یک خواهش دارم از شما. اگه نمیدونم ایرا چه خیل به شما بفهمانم است. من 31 سال شد در همین اروپا زندگی میکنم و اهل عائله. در همین سال، در طول همین سالا بچه های تاجیک، ازبک، عموما ای همان اتفاق سوویتی سابق بیم به حد بسیار آمدن. همین تاجیک های خودمان آمدن در همین جا در کبابخانه کار کردن، در رستوران کار کردن، تاکسی رانی کردن، اتوبوس رانی کردن. اما در همین درون همین هموطنای خودم هیچ همت نمیبینم استاد. برای چی گویه؟ مقصد چیست؟ همین گویه در اینجا برابر حقوقی است. هر کسی که اگر کوشش کرد میتونه در اونیورسیت بخونه، در مکتب‌های عالی بخونه، وظیفه‌های خوب در کار کنه، در تجارت‌های خوب کار کنه. مثلا رئیس پارلمان همین دولت ایرانیه. من با عقیده او مثلا اتفاق نیستم، لیکن رئیس پارلمان ایرانیه. تو و یک جانشین رئیس پارلمان و اجرا کننده وظیفه‌ش هم از پاکستان بود. دپوتات های بسیار از پاکستان، از هندوستان، شریلانکا. لیکن جوانای ما، هموطنای ما همین از کبابخانه و از تاکسیرانی و اتوبوسرانی بالا نمیگذارن استاد. کارای پست میگم. کارای پست میکنن استاد. کارای سیاه. کارای سیاه. آخه در اینجا مثلا من میگم اگر که در راننده اتوبوس 200 کرون پول میگیرن، اما لیکن اگر رفته 3 ماه در همین کفشگری خونن الکی 700 کرون میگیرن، یکی $70 میگیرن در یک ساعتش. و همینجا در میبیان در فورا کار میکنن که زبان نمیدونن، $90 در یک ساعتش حق میگیرن. اگر کم زبان یاد گیرن $150. یعنی که من چی گفتم میخوام؟ یا استاد شما یک منبر دارید، شما مثلا یک تنیمتا آدم شما را میشناسن، همین منتالیته این به زبان روسیه به زبان تاجیکی چی میشه که تفکر گویم، تفکر مردم، یعنی که دنیا بینی مردم برای همین عوض کردن تفکر مردم تاجیک ما استاد باید شما و ما کم یک کوشش کنیم استاد. من یک همسایه من بچه 27 ساله از عراق چی لوتچک میگن با تاجیکی چی میشه؟ شوفری سامالوت میشه استاد. امیتا میشه او $10,000 اولیک میگیره استاد. یک پاکستانی رفیق من پسرش در دبی کار میکنه، او هم لوتچک کاپیتان $17,000 اولیک میگیره استاد. همین بروان در مکتب بخونن میشوه، همین 2 سال عذاب میکشن، اما لیکن بعد 2 سال در یک ماه میتونن $10,000 معاش گیرن. حتی یک بار کس گفت که در دولت‌های آسیا میانه همون لوتچیکاشون و متخصصی عالی درجه از خارج ان استاد. برای همین از شما خواهش دارم که انا همین موضوع امروزه شما علم است، اما لیکن تفکر مردم به طرف علم تاب دادن این کار آسان نیست. بسیار میخواستم که کمی در این راه کوشش میکردید استاد. خداوند برای شما صحت سلامتی بده، موفق باشه و در امانیش نگه باشه از شما را استاد. سلامت باشید. بنیاد پیشنهاد بهترین برادرها، حاضر آدمایی که وقتشان خوب نخوندن. مقصد این یکی از عیب معارف است، عیب معلم ها هست. معلم، ما از خردسالی ما میدونیم معلمی که بد میدیدیم درسش نمیخوندیم. یه معلم اخلاقش بد، طلبه ها رو میزند، حقارت میکند، همون فن بد میبیند طلبه. این یک چیزی طبیعی است. به خاطر همون معلمی خطا است، لیکن همین خیلی از مردم به خاطر همون معلمی که مثلا معلمی فلان فن است، همون فن بد میبیند طلبه. معلم میتوند فنی که درس میدهد و ساده کرده، آسان کرده، محبوب کرده، مردم رو ترغیب کرده، خوشرو کرده همون فهماند. طلبه ها نمیخواند، چون که اینا حالی نمیدونن قدر علم را. اینا مکتب مثلا از مجبوری میبیان یا که حتمی هست آمدن میبیان، لیکن معلم میتونه در این مدت 11 سال 12 سال یک آدمی به علم برارد. این عیب معلم ها هست، عیب پدر و مادر ها هست، عیب علمای شریعت هم هست
که نمیتونن که فهمونن که مردم به درجه بلند. ما بارها گفتیم که حتی سگی علمدار از سگی بی‌سواد در شریعت در قرآن در سوره مائده آمده است الله تعالی فضیلت سگی حالی مونده است که الکتریک نه، حالی مونده است که مثلا یک کسب‌های عادی نه. من هم در همین اروپا یک برادری تاجیک از اوکراین آمده بود، برای اکسکواتور هایی کردن خواند، 8 ماه الهیده درس خواند، 3000 یورو دولت پولی خواندنش داد برای مکتب. ببینید پولی خواندن دولت داد، 8 ماه خواند، 1 ساعت اکسکواتور کار کردن 75 یورو است. اگر کاری سیاه کند، اگر کاری سیاه کند 10 یورو 15 یورو بابای دوزی و رستی و گرگی هست. میبیان میقپن میگن که ها از دولت هم پول میگیری با هم کاری سیاه میکنی. یک روزی سیاه نه، همون کارهای بعدی غیر قانونی اجرا میکنه. همه به همین سمت میرن. میشود است که من این آدم اصلا در تاجیکستان یا در اوکراین تصورات خواندنی چی نداره، فقط راننده تمام پراوش به هست. لیکن تراکتوری خوندن اکسکواتور خوان 1 ساعت کارش 75 یورو است. بگذار تراکتورچی باشدم، لیکن علاقه کسب است یا هنر است، از دیگر آدما فرق میکند. این برای آن آدمایی که پیشتر سواد نگرفتن گذشته کن، نگویید که اکنون ما گذشتیم. نه، من امسال یک برادری دیگر در شویتسیا تاجیک هستن، گفتی شما اتوبوس زای میکردن، حالی برای یک هنری دیگر خواندن، تقریبا 1 سال خواندن برای هنری دیگر. انا هم درست کردنی زنگ های در از در مثلا زنگ زیر میکند، شما از تلویزیون میبینید که به خانه‌تان آمد، همین اپارات وایرون میشد. برای درست کردن همین اپارات خوانده است مثلا. اون علاقه مزدی وای با آدم فرق میکند. میرد 5 منوت به همون درست میکند، 200 یورو 300 یورو میگیرد میبیاد. اما شب و روز مثلا رانندگی نمیکند دیگر. برای همین کسی که خواند مرتبهش بلند است، کسی نخواند همین خیلی عذاب است. حالا ببینید در روسیه از همه کاری پسته تاجیک‌ها میکنن. کدام آذربایجانی دیدید که کاری پست کند یا چچن دیدید که کوچه رو وقت؟ ما تنها نمیزنیم کاره، درست از این کارم کاری حلال است پاک است، لیکن برای چی فقط تاجیک؟ مثلا من در اوکراین در همون KGKPش برای برداشتن پرتوهای و تازه کردن نجاست ها فقط اوکراینای خودشون کار میکردن. تاجیک کاری پس نمیکرد، خیلی تاکسی بوده همه کاری پس مثلا، یا در بازارها تجارت میکرد. اما در روسیه چی؟ همین بی‌سوادا جمع شده. اینا واقعا عیب خودشون هم از زبان هم نمیدونن، مکتب هم نخوندن، سواد هم ندارن، فهم هم ندارن. با همین اعتراف کرده کمتر از بالای خودشون کار کردنی نیستن. پول کار میکنن به جاهای نادرست به استفاده. اقل همونو من بارها در صحبت‌های هم گفتم که 1 کورس گیرید، 2 کورس گیرید، آیلی که گرفتید یک قسمتش رو زبان روسیتون رو نقص کنید. اگر هم در همین روسیه یکی تاجیک اینقدر تحقیر میکنه، اینقدر پس میذاره، یک عمر همینجا زندگی کردنی باشید، زبانش رو یاد گیرید. بعد رو سر و لباستون هم درست کنید اقل برای کوچه. بارها میگویم که مقصد اقلا سال ظاهرتون دیده، سال هیبتتون گیرده، همون ظاهر رو عربیتون میفهمد میدارد میلیسه. پولی بسیار برای ما ها میره در هر یک داشتگیش. قانونی دکومنتون نیست، حجتون نیست، دیگر جا پرپیسکه کردگی در دیگر جا زندگی میکنم. من میلیسه میخوام همین وقتهای اگر حساب کنید از همه چیز قیمت این وقت است. خب همین عذاب شما کشیدید، مکتب خوب نخوانیدید، بی‌سواد هستید، کسب ندارید، هنر ندارید، علم ندارید. اولش این که حالی هم همین درست کرده میشد. من خیلی که برادر گفتن، ما هم در اروپا دیدیم 1 کورس 2 کورس میگیرید، 1 سال نیم سال میخوانید، لیکن بعد 1 سال شما علاقه کسبی نقصتر به میگذارید. کرده میشد. بگذارم قدر وقت سواد نداشته باشید. دویم کار فرزنداتون اکن حرکت کنید که همین تکرار نشود. فرزندا، برادرای تاجیک، طالب علما، عموما دانشجوها از فکرتون گران پرتاید مردی کار شدنه. من مکتب تمام کنم در روسیه رفته استرایکنده کار میکنم، گران پرتاید این فکره.
علم آموزه در کدام ساحه نباشد. کسی که در تیپ هست، من در شهری که من زندگی میکنم خانه کمچین است. وقتی که به یک خانه اجاره گرفتن میشه 20 نفر 10 نفر در نوبت است، یکم دختر میگیرد صاحب خانه. دختر باشد همونو میگیرد، طبیبه. $10,000 طبیبی عادی آیلیکش با همون هم 2 روز عادی شنبه کار نمیکنه، یک شنبه کار نمیکند، چند ساعتی معین کار، 6 ساعت 7 ساعت کار میکند، آیلیکش €10,000 است. بعد میگردید مردی کاری کرده یک عمر. از ذهنتون ای مردمی تاجیک، مردی کاری گران پرتاید، آبروی تاجیک ریزان در روسیه. از همه کاری پس فقط همین تاجیک‌ها میکنن. فرزندای من یک تاش طبیبن استاد. بله طبیب علم خوب است، علم طب علم گیرتون. حتی اگر همون استاگی باشدم درجه بلندش گیرید، استای یوریمان باشدم ببینید استای کلام الکای آیلیکش دیگه رازن رابوچیک وید پادسابنیک بعد شکایت میکند که استا با ما کار پول کم با تو خدا داخل پادسابنیک هستی دیگه هیچ کار دست نمیگه، فقط این پرتوای برارده میپرتوی و کارهای عادی میکنه. علم آموز بود، هنر آموز، یک استا شاگرد شو علمش تعلیم گیر و استای الهیده شو خدا به درجه بلند خانه ها رو تعمیر کن، بگذار استا باشی. هم من دیدم مثلا حتی مثلا کسی استا هست در همون ساحش اگر متخصص باشد، خواه چوبکاری کند خواه گچکاری کند، مرتبهش بلند است. پولش هم کلان است. 1 متر کوادراتی کاریش €500 €600 است. او کارهای به صفت است. همین گونه است. اگر نخواندید عذاب میکشید برادران، نخواندید عذاب خودتون. بنابراین در همه ساحه کدام ساحه نباشد اگر خوانید در همون ساحه شما زور میشید. کدام کاری که از دستتون میبیاد میتونید هنرتون است، حضرت علی میگن که قیمتی آدم همون کاری که خوشرو کرده میتوند. کدام کار خوشرو تونید همون نکنید، خیلی نه که فلانی میلیونر شد فلان کار کرده میلیونر شد باید منم همون کار کنم. نه، کدام کار رو میتونید همون کار رو خوشرو کنید، در همون کارتون متخصص. حضرت موسی پیغمبر بودند، برای علمی پیغمبری از جانب الله میبیاد، لیکن در همون پیغمبریشون متخصص بودند. سحرگرها در زمان فرعون سحرگرها زیاد بود، یعنی هر یک پیغمبر رو الله تعالی به همون مردمش در کدام ساحه متخصص باشن از جنسی همون تخصص علم میدهد. اونو سحرگرای بسیار داشتن. فرعون 70,000 سحرگری زور جمع کرد، عادی را نه، تمام شهر و ناحیه هاش به فرستاد. سحرگرهای زور، سحرگرهای مشغول، سحرگرهای مثلا اسرائیل، سحرگرهای مثلا بعضی کشورهای عرب در دانشگاه میخوندن. علم سحر علم حرام است، علم کفر است، یعنی این علم حرام است، علم فایده ناک نه، علم ضرر آور است، لیکن همین هم در دانشگاه میخوندن. من سحرگرای تاجیکستان رو ببینید، کمپیرکا چالچه های بی سعودی بی فهم و بی مدنیت، مثلا عموما این سحرگر 1000 دانشگاه خواند، همون قدر دانشگاه خواندگیش همون قدر کافرتر. و مقصد از این همین که به هر حال وقتی که سحرگرها رو جمع کرد 70,000 نفری بهترین آنها رو جمع کرد. بعد به آنها وعده کرد که اگر شما غلبه کنید موسی را، 1 نفر بر ضد 70 نفر نه 70,000 نفر اگر غلبه کنید شما از جمله مقربین درگاه فرعون میشید، یعنی سحرگرانی دربار میشید، مرتبتون بلند میشد، زندگیتون خوب میشد. و حضرت موسی گفتن که پرتایید آن چیزی که پرتافتنی هستید. اونا 70,000 ریسمون میپرتون به زمین، ریسمون مانند مورچه ها میشد، به سوی موسی هجوم میکنه. الله تعالی میگه که القی عصاک، عصا به زمین پرتا. حضرت موسی عصاشون به زمین میپرتون که یک ماری کلان یا که اژدها رو میشد و 70,000 مورچه های به درون خودش فرو میبرد. 70,000 سحرگر در عین حال همش سجده میکنن.
قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون. ما ایمان آوردیم به پروردگار موسی و هارون، به پروردگار عالمیان. مثلا از 70,000 کس اسلام بیاردم زور، 69,000 کافر باشدم میلش، لیکن 70,000 عقل یک نفر گفتیم چشم ما بست یا یگان چیزی دیگر نه. وقتی که اونو دیدن که در تخصص خودشون از خودشون دیده هزارها مراتب متخصص‌تر دیدن، دیگه دست برداشتن، سجده کردن، ایمان آوردیم. فرعون اونها به یک اخدود پرتاف، یک آتش درگیران، گفت که کسی که اگر به من ایمان نبیارد گشته، چون که به خودش خدا میگفت و موسی و به پروردگار موسی میگه در این آتش میبرتم. همین از ایمانشون باز نداشت، یعنی بگذار ما رو در آتش بسوز ولی ما از ایمانمون بر نمیگردیم. گفتن به یک معجزه حضرت موسی. در زیر همین آیات علما گفتن که هر یک آدم اگر در همون تخصصش سرتراش زورم سرتراش پرزیدنت میشه، داخل رفته سرتراش یک میلیاردر میشید که یک دهن سخنش کردی بچه‌تون در مکتبی بچه همون میلیاردر میشید. سرتراش زور باشید مثلا، یا طبیبی زور. در تمام ساحه کسی متخصصی درجه عالی شود زندگیش خوب میشه. این چیزی عمیق است برادران. برای همین حرکت کنید. اونایی که در تمام دنیا باشیدم در همون ساحه خودتون دانش آموزید، هم دانش جهتی شریعتیش هم جهتی دنیویش، یعنی کمتر به سرتون ولژینی کنید. هم پولی که اوایلی که گرفتگیتون کم کم خانید بادو در همین ساحتون خودتون سبزانید، زندگیتون خوب میشد. بعد الله تعالی علم. الله تعالی این مردمی تاجیک برای راست هدایت کند، برای اینها علم ربانی دهد، برای اینها علم دنیوی هم دهد. الله تعالی از این مشکلی، از این کمبودی، از این پستی که امروز در سر آنها آمده است، مشکلی هایی که آمده است، رهایی نصیب روزی گرداند. برای هر یکی ما و شما الله تعالی علم نافع و عمل صالح عطا بنماید. والله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و اتباعه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.